دوستان عزیزم سلام میکنم به همتون. ببینید قطعا همتون قطعه های کوتاه و متعددی رو یاد گرفتید، ولی اینا جدا جدا هستن و نمیتونن یک قطعه کامل باشن. من دو ملودی زیبای آهنگ فیلم ازل و اینتروداکشن موزیک زیبای بلالوم از محسون رو براتون میکس کردم توی یه ویدیو، همزمان با هم آموزش دادم بهتون تا اینکه بتونید یه قطعه بلندتر بزنید و در این حال بتونید آشنا بشید با قطعاتی که توی یه تونالیته هستن. میشه اینا رو پشت سر هم زد تا اینکه یه قطعه طولانی‌تر رو یاد گرفته باشید. برو بریم برای آموزشش. مرسی از اینکه با من هستید. خب عزیزان دلم، شروع میکنم بلالوم رو. 1 6 5 4 5 5 تا دولاچنگه. 1 6 5 4 5. اینو باید زیاد تمرین کنی. باید 7 8 10 بار باید اینو بزنید تا در بیاد. به سادگی در نمیاد. بعد 4 تکا دینکا تکا دینگ. پس کلش این تا اینجا خط یک. خط دو 1 5 4 3 4 1 5 4 3 4. اینجا 1 و 5 رایت. این دوتا مهمن. دوتا رایت پشت سر هم یکم سخته، پس سریع برسونیش به 5. اینم که 5 3 5 1 5 3 5 1. بعد این دبل رایت. اینم 5 3 5 دوباره برمی. اینا خیلی مهمه که این استایل ها رو درست بزنید. لفت و رایت ها رو، یعنی یه نوازنده معمولی میشی. بخوای استایل تو درست بزنی باید لفت و رایت هم درست بشه. پس میشه 5 3 5 1 5 3 5 1. One 5 4 3 4 1 5 4 3 4. اینجا 1 و 5 رایت. این دوتا مهمن. دوتا رایت پشت سر هم یکم سخته، پس سریع برسونیش به 5. پس این ملودیش، اینم آکوردش یا آرپیجش. 3 3 5 1 5 3 5 1. خط 4 1 4 3 4 1 4 3 2 3 1 4 3 2 3 1 4 3 2 3 1 4 3 2 3. انگشت گذاری دقت کنید. 1 و 2 داره با 60 زده میشه. بعد آرپیجش دوباره. پس اینم خط 5 این دبل استریکا، یعنی در واقع جفتی. 3 2 اینجا جفتی ها. 1 و دینگ 2 و دینگ 3 و دینگ سیاه. بعد اینجا 3 2 1 2 3 2 1 2 1 تکا دینکا تکا دینگ. کل خط خط 6. اینا ساده است. به این شیشه رسیدی یه مکسی داشته باش که همون نقطه یا کشش اضافه‌ای که تولید میکنه. به این صورته. 4 5 6 4 5 6 7 5. خط 7 3 4 5 3 4 5 6 4. بعد خط 8 خط 9 خط 9 خط 9 1 2 3 1 2 5. بچه خطا رو دونه دونه پاوز کنید، در بیارید، بعد برید سراغ خط بعد. الان 6 تا 9 رو زدم، پشت سر هم زدم. شما پاوز کنید، حساب کنید، یه خط رو در بیارید، مثلا 6. اینو در بیارید، بعد برید سراغ خط 7.
بعد اینجا یه برگشت داره، یعنی از خط 6 تا 9 دوباره برمیگرده. خط 9 ولت یکه. ولت چیه؟ ولت چیزیه که شما توی بار اول ولت یک رو میزنی، توی تکرار بار دوم دیگه ولت یک رو نمیزنی، ولت دو رو میزنی. الان خط 9 مون ولت یکه، خط 10 مون ولت دوه. پس الان یه بار از خط 6 تا 9 دور اوله، بعد دوباره از 6 تا 10 که میخوای بزنی دیگه 9 رو نمیزنی که ولت یک باشه، 10 رو میزنی به جاش که ولت دو باشه. تو برگشت خط 6، خط 7، 8، خط 10 یا ولت دو، دیگه ولت دو رو زدیم. دوباره برمیگردیم، درس تکرار میشه. خط دو، اینجوری که به همین سادگی دو بار کل این درس بعد پشت سرم زده بشه. بعد میری سراغ ازل. خب ابتدا اول ازل رو میزنم کاملشو، بعد خط به خط درس میدم. خط دو، سکوت، خط سه، تکرار. بعدش بری تو بلالو پشت سرم. خب خط یک ازل چی میگه؟ 5 داریم، این 5 6 7 5 اون دولا چنگه. 5 6 7 5، اینجا یه 7 5 دبل رایت داریم پشت سرمه، مهمه. اینم در میاری. بعد دوباره یه 6 تینگ 3 باری داریم. پس کل خط تا اینجا خط دو، سکوت. چی میگه؟ 5 6 7 5 4 6 4، 5 6 7 5 6 4 5 3 4 2 سکوت 5 3. خط 3. خب خط 3 مون آکورد سی بمول 6 4 2، آکورد لا مینور 5 3 1 و 4 2 دینگمون، 4 2 دینگمون. پس میشه اما خط 4 ریتم همین آهنگه. میگه 6 دینگ 6 1 6 دینگ 6 1. این خیلی مهمه. 6 دینگ 6 این اولیه، دومی 1 6 دینگ 6 بان. کل خط 5 5 6 7 5 6 دینگ 6 1 6 دینگ 6 1. پس 5 6 7 5 6 دینگ 6 1 6 دینگ. باید تمرین شه، سخته، مهمه. خط 6 اینجا میگه 5 6 7 دولا چنگ به چنگه، سی بمول 4 لا مینور 3 4 و 2 2. خط 7 خط 8 از اول